صبح بخیر. من ساعت 7 بیدار شدم تا یکم خودم رو جمع جور کنم و تختم رو مرتب کنم و اینا. الان ساعت 7:40 است. بعد امروز قراره که کلا توی سوشال مدیا نباشم. چرا میگم سوشال مدیا و نمیگم گوشی؟ به خاطر اینکه من خیلی با گوشیم کار دارم و نمیتونم کلا کنارش بذارم، یعنی کلا زندگی فلج میشه اگه گوشیمو کنار بذارم، ولی سوشال مدیا رو میتونم کنار بذارم حداقل برای یه روز. یه جورایی این ولاگ رو تبدیل به یه مسئولیت اجتماعی کردم که یه روز واقعا تو فضای مجازی نباشم و یکم خودم رو جمع جور کنم، چون احساس میکنم که تازگی خیلی معتاد شدم به گوشی و این هم یکی از عادتهایی که باید درستش کنم. از ولاگ قبلی تا الان من یه هفته است که دارم واقعا رو زود بیدار شدن کار میکنم و سعی کردم که هم زود بخوابم هم در هر صورت 7 صبح بیدار شم، چون هنوز به دلایل مختلف خوابم نمیبره، سرفه میکنم یا هرچی، یکم خوابم دیر میشه با اینکه زودم میرم، ولی به خودم گفتم که به هر حال بعد 7 صبح بیدار شی. و تغییری که میبینم اینه که 7 صبح سرحالترم و راحتتر بیدار میشم. یعنی الان قیافه منو با سحر هفته پیش مقایسه کنی، قیافه من خیلی معمولی تره.
ساعت 10 و من واقعا نمیدونم چی کار کنم. یعنی احساس میکنم یک روز خیلی طولانی دارم و نمیدونم واقعا باهاش چی کار کنم. یعنی حوصله اینقدر درس خوندن و کار کردن ندارم و همیشه با مثلا یوتیوب و تلگرام و اینا پرش میکردم. بعد الان که میخوام اصلا سمتش نرم انگار که کلی وقت دارم و هی حوصلم سر میره. احساس میکنم مثلا باید بشینم هیچ کاری نکنم 1-2 ساعت، یا چه میدونم همین ولاگو شروع کنم ادیت زدن، چون نمیدونم خیلی عجیبه. یعنی میزان زمانی که از ما گرفته میشه به خاطر سوشال مدیا خیلی زیاده. واقعا جالب. اونقدر جالب نشد که انتظار داشتم، ولی خب تلاشمو کردم. از یکی از عکسام الهام گرفته بودم که مثلا یه همچین چیزی درست کرده بودم، بعد گرفتم جلوی نور و الان نور نیست، ولی بازتابش میخورد تو صورتم و خیلی جالب بود. این خالای رنگی و ببینم خوب نمیگیره. ولی در مقایسه با نقاشی‌های چند سال پیشم فکر کنم بهتر شده. اینم چند ماه پیش کشیدم با آبرنگه. اکثرا با آبرنگن. avuto esperienza di viaggiare all'estero, ma sono interessata a vivere e viaggiare in molti paesi, perché secondo me questo è un buon modo di aprire la mente e
conoscere diverse culture e tradizioni. الان یکم درسامو کار کردم چون کلاس دارم، ساعت 8 کلاس دارم تا 10:30 احتمالاً طول بکشه. بعدش هم که دیگه یکم کتاب بخونم و بخوابم. تجربه من از امروز که کلاً هیچ فعالیتی تو سوشال مدیا نداشتم این بود که کلی وقت اضافه میاری، ولی یه چیزی هم که هست، من یه اشتباهی کردم احساس کنم، این که داشتم سعی کردم پرش کنم اون وقت رو. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که اصلا پرش نکنیم، یعنی بذاریم همون جوری بمونه. یعنی شاید بعضی وقتا آدم نیاز داشته باشه که یکم زل بزنه به سقف یا هیچ کاری نکنه. و اصلا به نظرم یکی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که اون وقت رو نداریم، وقت برای هیچ کاری نکردن نداریم. از طرفی چون من داشتم ضبط میکردم کل روزمو، باز یه فشار دیگه احساس میکردم که باید همه چیز ضبط بشه، پس باید یه کاری انجام بدم برای اینکه ضبط بشه. و این فکر کنم یکم تجربه مثبتش رو از بین برد. ولی در کل سعی کنم که روزهای بعد کمتر گوشی دستم باشه و کمتر فعالیت‌های الکی بکنم تو فضای مجازی و به جاش هیچ کاری نکنم، یا چه میدونم یه کاری که خیلی وقت بود نکرده بودم، نقاشی کشیدن مثلا، با یه چیز اینجوری جایگزینش کنم. دونه دونه مقایسه کردم و دیدم که مثلا پیانو دی استودیویی که چشم قرمز. آره بریم بخوابیم. شب بخیر.